ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, азизои дили дида, дӯстони қадрдону меҳнатшинос. давай меҳмон шавед намошад. чақунҷумед. мо қарор дорем дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия. барои чӣ эфир кардам? бисёриҳо бовар надоранд ки ҳозир ҳаминҷа канали фикри шумо камтар меҳнат кашидосен. салом алейкум соҳиб султонов. зинда бошед соҳибҷон. хеле чӣ карам? давед госми ин куҷо даром то фикри шумо бо силкаш не мана ҳамсояҳо сар карданд. худо шукр. даред кунӣ? рафт мекунӣ? ҳозир азизои дил камакагам. хай умуман як ҷаҳон ташаккурҳои зиёд ки моро дастгириву пайгирӣ мекунед. барои чӣ эфир кардам? бисёриҳо бовар надоранд ки мо гӯё улоқҳоро ба таъхир гузоштаву хушамон наомада истодааст ё баҳона кофта истодаем. ана мо қарор дорем дар Федератсияи Русия. дидед, рақамҳои ҳамаи мошинҳо рақамҳои Русия аст. мана бародари азиз ҳусейнҷон Нуриддинов ҳар рӯз аз шаҳри Екатеринбург навор мекунам. мо дар ҳақиқат дар Екатеринбург ё не? یا شما در تاجیکستان؟ برفای نشان تهیه یا در شما تاجیکستان در تاجیکستان؟ اونجا سبزه حالا کرما اینجا اورال بار زدگی پرتوزه کنی هم پرتای دوله با زنده باشتون. من میندار هستم که با ما هستید. من به واسطه برای چی اینجا آمدم؟ با قدردانی ها و با دانستن زحمت های زیادی ما از دهه یاری همتون البته میشناسید حاجی محکم بای، یک برادری که معرفگری تاجیکستان در شهر екатеринбург هستند. ما رو دعوت کردن برای خدمت کردن با جشن زادروز خودشان. 45 ساله شدن. من اول میگویم مبارک باشد 45 بهار عمر. ما دیروز یک جا بودیم با حسین جان نوریدینوف در همونجا. به نهایت مهمان‌های عالی قدر اونجا در اطراف ما بودند. عموما من سخت منتدار هستم که محض انتخاب کردن ما رو که ما بیایم با خدمت اینجا. سخت مهمانداری و عزت و اکرام. 2 روز باز 3 روز باز ما رو جای نشستن نمی‌یابند که کجا نشانند. سخت منتدار هستم اولا. دوم میخواهم گفته باشم که انا دیدید برای ما اگر زکات شود فرق ندارد که کجا است و چگونه است، خنک است، گرم است، برف است، فرق ندارد. رفتن میگیریم، ما تیار هستیم. باور کنید بعد از این زکاتی که من همینجا گرفتم با خودم باز یک باوری دیگر حاصل کردم که یعنی میتوانستم که من زکات‌های شخصانی مهمان‌های عالی قدر داشته رو به نوار گرفتم. میتوانستم که در شهرهای دوردستی فدراسیای روسیه نوار گرفتم. به همین خاطر شما کجای نباشد زکات کردن گیرید ما میرویم حتما برای خدمت و نگفته نماند که میشود همین خیر حالت‌های هم که بعضی مهمان‌های شما اگر از تاجیکستان باشند با ماشین شخصی خودمون یک بار گرفته آمدن هم تیار هستیم. برادرای عزیز این یکی از رکلامه‌هایی که من می‌خوام که کرده باشم در اطراف کاری خود. و دوم مسئله که می‌خوام گفته باشم عینی حال ما در شهر екатеринбург هوا بهت سرد است، خنک است. ما باید همین شب یا پگاه من نمیدونم حالا این خلاصه رو ما نبرآوردیم که کی به وطن برمیگردیم، اما به دور و دراز نه. آنجا شاگردان کاردان ما بوسکشی هایی که گذشته ایستاده است نوار گرفته ایستاده اند. آنها را حتما که ما رفتم پیشکش شما خواهم گردانید. فقط یک مسئله دیگر در مسئله نوارهای یوتیوب شاید نافهمگی شود. برادر عزیز 61 نفر هستیم. زنده باشید. بردارد نگفتن همون برشی جگا بریدم. یک اینترویو خیلی جالب است، مصلحت میکنیم کانال خودشون رو میپرتیم، کانال ویدیو با اینترویو اگه بمب بده برادر عزیز انتظار شده کوچکی کرده خیلی جالب شده است.
حتما انتظار شوید و در کامنتاری نویسید فقط کم میپرتید تمام سیر اسرارشون برآوردیم. انتظار شوید. زنده باشد دوستای عزیز. و نگفته نمونم که در مسئله بزکشی هایی که من پرافته ایستادم کمک یک چیز روش خودش رو گم کرد. من اول پرفتم بزکشی دهه سال رو، بعدا پرفتم بزکشی کمک از نواری 72 نفر شدیم. لایک بزنید 19 شد 10 بود 20 شد. زنده باشه. بعدا پیشرفت کار ما همین لایک است. برادر عزیز این از شما بیپول است. زنده این باشه. آدم از یاد میکند صحبت جالب میشه. زنده باشه دوستان. دویم مسئله که هست، من در بین در بین دهه سال گشته تیمور ملیک پرفتم. سببش این بود که و تیار بود، در ویدیوی در تلفنی من علاقه تیار بود. من از همین جا ایستاده و چیز رو پرفتم. انا اکنون تاجیکستان که رفتم خدا خواهد ناحیه تیمور ملیک رو به انجام میرسونم، دویم قسمش رو میپرتم و از پی بزکشی های خودمون خواهم شد. با همون شخصانی که مخلصی میکنن به یگان پهلوان قهرمان تراکتورچی کمازیست کمازیست تراکتورچی حتما زنگ زنتون نویسیتون. رقم های واتساپ من 92 774 82 74 است. نویسید، حتما مصلحت میکنیم. خدا خواهد نوارای جالب خواهیم کرد. ما امروز با حسین جان نوریدینوف از کانال فکر شما در یک جا بودیم، برنامه جالب کردیم. من فکر میکنم برنامه جالب کردیم. در همین یک هفته یک چند جشن‌های زادروزی بود که ما قید کردیم. 17 نوامبر حسین جان زادروزی ما رو تبریک کردن. ما 24 نوامبر زادروزی حاجی محکم‌بای جشن گرفتیم و امروز نواربرداری امروزه ما زیارت الله از ناحیه عینی دهه اورمیتان زادروز داشت و امروز در خدمت ما بود. نگفتن نمونم که دانشجو است، ما افتخار میکنیم. راستیگه عموما همین گونه و همین گونه هاست. اگر یگان گفتنی ها دارید، یگان در دلتون یگان چیزی هست، در کامنتاری میخواید ثبت کرده باشید. من حسین جان دو دقیقه صحبت کنم، زیرا که همدیار من یک از امروز در غریبی میمونم، با مایده پیاده تاجیکستان میریم. زیغ میکنید اما برادرای عزیز خیلی صحبتی جالب شد. اینترویو که مثال هیچ کس اکوی میجاند مقصد چی روزی کردن نتونسته. ما زوره کردیم یک برنامه مقصد عمومی کردیم که اکوی میت روزی شوند. هموطن عزیز گوجه باشید، ساق و سلامت باشید، خانه آباد باشید، تنصیحت باشید. ما در کوچه دکبریست هستیم. اینجا منگل سیتی است. اجازه گرفتیم مقصد ما میمانداری کردن. ما در برنامه ما در همینجا گذروندیم. ما همینجا کار میکنم. خب برنامه اگر برآمد اکوی میجا میپرتم ویدیو. همه کسا زنده و سلامت باشید. با کانال امید ویدیو باشید. یا رکلام شد با کانال فکر شما نیز باشید. خدا خدا در خدمت شما هستیم. بلیت گوید، رقمتون رو گوید، بلیت دارم. بلیت اویا کاسا کورای پاسانی در شهر یکاترینبورگ کمی هم باشد در خدمت شما هستیم. داکیومنتاسیون همه خدمت رسانی شد. کانال فکر شما زنید میبرد. نمره ما 8932 115 97 97. اکومت اجازه برای اجازه رکلام رحمت. اکومت انسانی زنده دل، خاکسار، حلیم، مهربان. رحمت برای تقوی محکم بای که این همه باور کنید واخوری ما یک از سبب می شود. یک بار دیگه زادروزشان مبارک باشد. 100 ساله شوند، بعد از آن پیر شوند. خداوند از این هم دولتشان زیادتر کند. خداوند آبروشان از این هم زیادتر کند. خداوند همیخرین صف برادران زیاد شود. تاجیکستان معرفی میکنن، این باعث افتخار است. بهترین و بابا جان اماندالله نیز آوازشون مدینه راحت کردم، راحت کردم. رحمت اکوی محکم با یک بار دیگه تقوی محکم با مبارک باشد. 100 ساله شوید. با هر یکایک دوستانی که درباره ما هستید و بودید و خواهید بود، عزیزای دلی که قدر میکنید، کامنتاری میکنید، از تمام گوشه و کنار تاجیکستان مینویسید. ناگفتن نمونم که به هر گوجه‌ها گشتن‌های ما، زکاس گرفتن‌های ما سهم شما هست. زیرا که اگر شما نمیبودید کانال ما موفق نمیگشت و ما رو کسی اهمیت نمیداد. عزیزای دلی که در کوچه و پس کوچه ها وا خورده و احترام کرده آمده و سلام میکنید، مینویسید، زنگ میزنید، سری ما خاک قدم های شما. یک جهان تشکر. با مردم خودم، با تاجیکستان عزیز افتخار دارم. خدا خواهد از اینجا با وطن که برگشتم بازم ما در خدمت شما خواهیم بود. خب عاشقان تیجه رحمت، سلام از یاری به دشت قاضی زنده باشید. فرهاد الدینیف، خالف نرزالله، شیر نردیه شما اکا شما ماشاءالله. یک جهان تشکرهای زیاد.
связной салом назми якҷон ташаккур. Нусратулло салом ва алейкум бар салом. Ҳамин эфира сахранит кунед. Худо хоҳад иншоалло. улоқи амондария камера кардан ми ҳамин рӯз кардан шогирдои мо будан кардан. Ман худо хоҳад мерам дар навор мегузорам иншоалло. лайкамонен мардум ошихон тиҷа як ҷаҳон ташаккур. Ассалому алайкум. محسن مردم عزیز تاجیکستان زنده باشید. همیشه داوی وطن مادر باشه. تاجیکستان بخیر. فرمانوف خیرالله السلام علیکم اوکاجان یک جهان تشکر و علیکم بر سلام مومین عبدالله زنده باشی امید یک جهان تشکر سلام علیکم امید جان یافتگیت کو برادر خدا بشکر اسکندر رضا خوب ای با پیش زنده باشه در امید یک جهان تشکر برادر عزیز چرا پنجکنتی بد میبیند آدمان قشلاق را نه خدا خواهد هیچ کس بد نمیبیند. خدا خواهد یک کانال میسازیم که همه یکدیگرش دوست دارد ان شاء الله رب العالمین. سلام چخیر شما دلیر دوستو یک جهان تشکر اکو زنده باشید. در شهر نوسیبیرس من بوری دارم تماشا دارید. اشمت تشمتوف حاجی یگان الاغ نمیتین می نمیدونم دیگر خودشون بپرسید. برادری عزیزی ما دره اوره جکی زبورشاه سلام برات چخیر شما سلامتیاتون خوب رسید در کجاش برات ما در شهر یکاترینبورگ قرار داریم اکوی عزیز بوسکشی گذرانده بالا اکو حاضر گذراندم خدا خواهد نوارش انتظار شویتون. فضلالدین ایمانقولov سلام علیکم و علیکم بر سلام شدبخ سبحانقولov ای خیرت ای خیش تباره هم میدید دیگه خیش تباره شکایت کردین اینجا بودین. سلام علیکم برات چخیر خوش آمدید. میشا میشل سلام مونده ها امید بای سلامت باشید. سلام علیکم اکترینبورگ کجا شد محمد قول شهرت اینجا کجا اکترینبورگ برات دکابریستو برادر عزیز کوچه دکابریستو بالا مسجد بجا و همه میدونن. ساربانجان یعقوبوف سلام گپ نیست است اینجا همسایه دلی جگری ما دستی راست با دست راست بود دیگه همسایه میگم که کجا رفت همسایه خر راست خانه نخر همسایه خوب هست. همسایه خوب از خیشی دور نزدیکتر است میگم. صاحب جان سبحانوف با فکرم صاحب جانی کاشان نه. سلام علیکم و علیکم السلام برادر عزیز. نکن یه پوینش کجا بوده رویسفت صدرالدین و سوجینا سلام علیکم صدرالدین سوجینا زنده باشید. از میندانا با کوی امید زنده باشید. سلام از یوری و دشتخوزی نخونیم رحمت زنده باشید. سلام از نام بچهای وخش اقامت زند خط زند ملدیس آفرین یک جهان تشکر خدا خواهد ولی وخش نوارگیری میریم ان شاء الله رب العالمین. سلام اکی امید یک سرود برای غریبا خوانید. ما خواندیم انتظار میشه در نوار حسین جان اینی مامی انتظار میشه اسکی افروسیا پالون ناز بودید انتظار شوید اونجا بس سرودا بسیار شده. یعقوب بحریدینو سلام علیکم خوش آمدید. رسیه و زنده باشید. لطف الله فیض‌الله سلام علیکم از چلیابین زنده باشید. شادبخت سپانقولov دیمام سلام گفتن سلامت باشن تشکر خدا خواهد اجازه پرسیدن نکاره. سلام علیکم امید جان تشکر زیاد. امید کو سلام از اموندره سود علیکم از پنجکین شهر زنده باشید به پیش زرافشان تشکر زیاد. همه حرکت های امین مایان برای شمایانی عزیز شما هست تو کی ما هستیم برادر عزیز شما نباشید ما هیچ هستیم کی میشناسد ما اگه شما نباشید. ظفر عابدی سلام زنا این مردم شهرستان یا وقتا برای مردم تاجیکستان خاصه خدمت کردگی. مبین کمالوف بوسکشی اموندره میپرتوی البته میرن این شب یا پگاه من خود تاجیکستان روام حتما میپرتم. محمد قول شهرتو بید رادوگا پارک جبرا سلام از ابینسک تشکر برادر عزیز. یاری بچه یاری خان زنید ما در خدمت مردم یاری بودیم ما اینجا با شرافت مردم یاری تشریف آوردیم. زنده و سلامت باشیدون کم نشویتون پناهتون به خدا. من افیر باید که کشم حتما سرسور کرده باید که پیشی همراهم روم مصلحت کنیم که کی راه میبریم راه با یا به سوی تاجیکستان یا دانش جرابای سلام از مکتب 71 ما مکتب 71 کردیم سال 2008 تمام کرده بودیم. زنده باشید. اردمیر نظرов کنسرتی باباجان امان‌الله پارتی گیتاریست خوب بودن زور میپرتم خدا خواهد در پناه الله امید کو یک جان تشکر روز کانیبادام از تمام مناطق جمهوری هم می نویسید قدر میکنید حرمت میکنید. هر انسانی که حرمت میکند
پروردگار خدا حرمت کند چه. آمین یا رب العالمین. زنده باشید، پناهتون به خدا. برای ما دعای نیک میتید. ما رفتیم. یک جهان تشکر.